کلا میدونی چند راه برای پولدار شدن وجود داره؟ نه والا. 3 تا راه. خب. 1 شانس، یعنی مثلا ای خدا، پدرت آفرین. پولدار باشه، این بهترین ارثی. راهشه. حالا اگه یه دست برای این راه واقعا نصیب ما که نک. حالا اگه پدرت هم پولدار نبود، پدرزن پولدار. این هم خوبه، این هم خوبه به خدا. این هم دست داره به خدا. راه دوم واقعیت اینه که دزدیه، اختلاس، کلاهبرداری. یه راهه عجیبه ولی یه راهه. و راه سوم هم خدمته. ببین جز این 3 تا راه هیچ راهی وجود نداره. راه اول شانس، دزدی و خدمت. اون کسی که حالا شانس که ببین یا قرعه کشی ببری یا ارث برسه که دست ما نیست. دزدی هم نکته‌ای که داره اینه که یه جایی طرف یه پولی رو برمی‌داره ولی دیگه نمیتونه از اون استفاده بکنه، یعنی دنیا براش کوچیک میشه، یه واقع یعنی کوفتش میشه. هر جای دنیا هم بره، اون سر دنیا هم بره، از اون پول نمیتونه لذت ببره، خیر و برکت نمیبینه. دقیقاً. و سومیش که جذابه و هم پول میاد هم حال خوب باش میاد، خدمت به آدم هست. یعنی یه خدمتی تولید کنی، یه مشکلی رو از دیگران حل بکنی، در ازاش پولم بگیری و هم دیگران و مشتریات خوشحالن، اونایی که ازت کار گرفتن خوشحالن، همین که خودت حالت خوبه و میتونی از اون پول هم استفاده کنی. برای اونایی که راه سوم رو انتخاب میکنن، در هر جایی از جایگاه اجتماعی که هستن راه سوم انتخاب میکنن، یه دست اساسی بزنن.